خبر رو که احتمالاً شنیدید، ابراهیم رئیسی به همراه همراهان خودش در سانحه سقوط هلیکوپتر درگذشت. اما زوایای پنهان این اتفاق چی بود و در ادامه رئیس جمهور بعدی چه کسی خواهد بود؟ انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید. سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه با من رضا هستم و شما در رضا دارک هستید، چنلی که میپردازه به اتفاقات عجیب و غریب و دلهرآور و دارکی که در ایران و جهان اتفاق میفته. خیلی باعث دلگرمی منه که اگه تا اینجا ویدیو تماشاگر من بودید لطفاً کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید که هر موقع اتفاقات جدید و هیجان انگیز و متفاوتی افتاد بتونید مطلع بشید و از این ویدیوها استفاده بکنید و تماشا بفرمایید. سریع بریم سراغ اصل ویدیوی خودمون. اتفاقی که در 30 اردیبهشت ماه افتاد، عصر 30 اردیبهشت ماه، خبرش همینجوری تند و تیز به بیرون درس پیدا می‌کرد و اون هم حادثه‌ای بود که برای هلیکوپتری که ابراهیم رئیسی هم داخل اون بود افتاده بود. چندین ساعت گذشت، همه منتظر بودن که ببینن چه خبرش، اتفاقی میفته و آخرش فردا و تقریبا میتونیم بگیم دور و بر ساعت 6:30 صبح 31 بود که خبر تایید شد و درگذشت در واقع تایید شد. عده این اتفاق رو شهادت دونستن، چرا که در راه خدمت این اتفاق افتاده بود. اما توی این ویدیو میخوایم بپردازیم به این که بعد از این اتفاق برای کابینه دولت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب طبق اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر اختیارات و مسئولیت‌های اون رو موقتاً به عهده میگیره. این رو هم البته شاید شنیده باشید، اما در حال حاضر محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسیه. اون پیش از این هم ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، یک نهاد وابسته به سید علی خامنه‌ای، و همچنین معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان رو بر عهده داشته. طبق همین اصل شورای متشکل است رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور باید ترتیبی بدن که حد اکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب بشه. به این ترتیب یک انتخابات ریاست جمهوری مجدداً برگزار میشه. رقبای ابراهیم رئیسی در انتخابات پیشین اگه یادتون باشه محسن رضایی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و عبدالناصر همتی بودند. جالبه که تاکنون پیش از این 2 بار در تاریخ جمهوری اسلامی شورای ریاست جمهوری تشکیل شده، یک بار پس از عزل ابوالحسن بنی صدر و دیگری هم پس از کشته شدن محمد علی رجایی. خب تو این حادثه که حجت الاسلام آل هاشم نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس جمهور و تعدادی از محافظین و خدمه بالگرد از سرنشینان بالگرد حامل رئیس جمهور بودند. این اتفاق به خودی خود ابعاد بسیار مختلفی داشت، هم در ایران و هم در جهان. اما یه مقدار میشه تفکر کرد راجع به این اتفاق و اینکه عمیقاً و واقعاً باید به این فکر بکنیم که چرا بسیاری از مردم ایران بعد از شنیدن این خبر شاد بودند. آقایان میتونم مثال بپرسم ازتون درباره کشته شده های اخیر صحبت میکنید، درباره اونا که کور شدن، درباره کودک 10 ساله که کشته شد صحبت میکنید آقای عبداللهیان؟ پیش از آن که واپسین نفس را برآرم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، بر آنم که زندگی کنم
بر آنم که عشق بورزم، بر آنم که باشم. خیلی ممنون که تا پایان این ویدیو پادکست همراه من بودید. امیدوارم که سلامت باشید، شاد باشید، این روزها به خوشی و خوبی ایامتون رو بگذرونید. خیلی مخلصم، ممنون که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگه تا اینجا این ویدیو پادکست رو هم تماشا کردید، لطفاً کانال خودتون، کانال رضا دارک رو سابسکرایب بکنید رفقا. این کارتون باعث انگیزه بیشتر به من میشه. میتونید از این سبک ویدیوها اگه علاقه‌مندش هستید بیشتر و بیشتر تماشا بکنید. مخلصم. در انتها 2 تا ویدیو دیگه هم میاد، اگه دوست داشتید اون ویدیوها رو هم میتونید تماشا بفرمایید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.